ایشان هم طی مدت نچندان طولانی باز هم رئیس جمهور آمریکا عملیاتی که یمنی‌ها انصارالله یمن انجام می‌دهد را به نوعی به جمهوری اسلامی ایران منتسب کرد و به ملت ایران هشدار داد که از حمایت از انصارالله دست بردارند. ما همیشه اعلام کرده ایم، امروز هم بنده به عنوان خادم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌کنم یمنی‌ها یک ملت مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند. آنها دارای سیاست مستقل ملی هستند. انصارالله به عنوان نماینده یمنی‌ها تصمیمات راهبردی و عملیاتیش را خودش اتخاذ می‌کند. این فرمانده بزرگ و گرانقدر که تجسمی از نجابت، از صبر، جمهوری اسلامی ایران نقشی در تنظیم سیاست‌های ملی یا عملیاتی هیچ جریانی از جبهه مقاومت از جمله انصارالله یمن ندارد. عاشورا دوره‌ای که شخصیت برادر عزیز ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هر کجا و هرگاه عمل کنیم واضح و آشکار مسئولیت آن را به عهده می‌گیریم. ما ملتی نیستیم که در خفا زندگی کنیم. ما یک نظام معتبر به رسمیت شناخته شده در جهان هستیم. به هر کجا حمله کنیم میگوییم، از هر کسی حمایت کنیم میگوییم. واضح همانطور که در گذشته در عملیات‌های وعده صادق و قبل از آن هر اقدامی را که انجام دادیم رسما مسئولیت آن را به عهده گرفتیم و تولد خود تا به امروز بوده است. ما هر تهدیدی را اگر جنبه عملی به خود بگیرد با واکنشی سرسختانه و قاطع و ویرانگر جواب خواهیم داد. ما با وحدت تحت هدایت